کسانی که در آمریکا مخصوصا زندگی میکنن، اینا یه نظراتی میدن، نظراتشون به نظر من درست نیست، میخوان دل ایرانی‌ها رو خالی کنن. شما نگاه کنید خامنه‌ای چه پاسخی داد به ترامپ. ترامپ قوی نیست، اشتباه نکنید. ترامپ و همین نوکرا میان خیلی بیاد فلان میکنه. همین ترامپ در همون 20 روز اول 2 بار غزه رو تهدید کرد، اگر گروگانای ما رو آزاد نکنیم با خاک یکسان میکنم. هیچ غلطی هم نکرد. بعد این نامه نوشته مثلا به خامنه‌ای، فکر کرد الان چون بهش میگن که آقا اینا دارن میلرزن، خامنه‌ای از ترس شبا داره میلرزه، اینا هم زره پوش. بابا بس کنید. خامنه‌ای اصلا احتیاجی نیست که بگین. خامنه‌ای زیر بار مذاکره مستقیم نخواهد رفت. دلیلش هم مشخصه، چون طرف‌های مذاکره آدمای مطمئنی نیستن. چرا به خامنه‌ای گفت یا جنگ یا صلح؟ اون گفت برو پی کارت. چه ساکت؟ چرا حمله نمیکنه؟ حمله کنه دیگه، مگه غیرت نداره؟ مگه لات نیست؟ خود آمریکا الان چند روز گرفتار بحران تخم مرغن. آقا برو مشکل تخم مرغ حل کن. اگر ترامپ فکر میکنه مثلا تمام غنیسازی رو ایران با تعطیل کنه، بی خود داره فکر میکنه، قدرتشو نداره ترامپ. نمونه شما در اسرائیل دیدیم ها. 2-3 بار نتانیاهو صحبت از حمله به ایران کرده بود، ارتش اسرائیل زیر بار نرفت. فکر نکنید به همین سادگیست. رجوی و شاءالله یا همه یه سری اینا همه رو باید بزنن، همه رو تعطیل کنن. برای چی؟ مگه ایران بمب اتمی تا حالا کسی رو تهدید کرده؟ اسرائیل غیر مستقیم بارها تهدید کرده. چرا اونا نباید تعطیل شه؟ چرا اونا نباید تحریم بکنن؟